بینندگان عزیز سلام. امروز خبر ورزشی براتون دارم. در جریان مسابقات اسب‌دوانی ولایت که با حضور 8 اسب پیزوری آغاز شده بود، 2 اسب تلف شدند. یکی حداد قاطر که خودشو اسب جا زده بود و یکی هم عارف. اول از حداد قاطر شروع میکنیم که یه روز صاحبش یعنی ولی فقیه اون رو زین کرد و فرستاد وسط میدون انتخابات. نقشش هم از قبل به وسیله سیدعلی مشخص شده بود. من این نقش رو در خودم میبینم که بتونم بین قوا آرامش ایجاد کنم و صمیمیت، چون هیچی برای خودم نمیخوام. بله، همه چی رو واسه صاحبش سیدعلی میخواد. حالا چرا؟ چون از صدقه سر همین سیدعلی به نون و نوایی رسیده. اگه سیدعلی نبود کاندید ریاست جمهوری که سله، کاندید قازچرونی هم نصیبش نمیشد. رابطه عاشقانش با علی گدا رو لطفاً ملاحظه کنید. برای بنده سخن ایشون یک جایگاهی فراتر از جایگاه قانونی داره. یعنی من سخن ایشون رو فقط با گوشم نمیشنوم، با دلم میشنوم و همیشه میگم من به اندازه‌ای به شخص رهبری علاقه‌مندم و معتقدم که اگر ایشون رهبر هم نبودند من همین رابطه رو با ایشون می داشتم. آره جون احمد. تو گفتی و ما هم باور کردیم. علی گدا اگه رو تخت سلطنت مطلقه ولایت فقیه نبود آش دوغم واسش تیار نمی کردی. بگذاریم. حالا خلاصه این حداد قاطر وارد مبارزات انتخاباتی شد و شروع کرد به موضع‌گیری های بسیار کارساز و راهگشا در رابطه با مسائل اساسی کشور. هر کیمسن هر نب ویریب آلیب دی که ای قلم سوزلرینده اثر یخ. گفتم آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ کفاره شرابخوری های بی حساب مخمور در میانه رندان نشستن است. مسئولیت اصلی این اسب عظما سفید نمایی اقصانقاط ولی فقیه بود. به خاطر همینم با سیانماها حسابی شاخ به شاخ شد و با یه قررش ترسناک به همشون تشر زد. بعضی از نامزدها متاسفانه برای رأی آوردن به همه چیز انتقاد میکنن، حالت تهاجمی به خودشون میگیرن که ملت احساس کنه یه فرد شجاعی وارد صحنه شده که به صورت همه چنگ میاندازه. مسئولیت خطیر سفید مالی که تموم شد، سیدعلی افسار قاطرشو کشید و گفت بزن کنار. اونم با یه شیهه عظماکش برگشت به همون استبلی که ازش اومده بود. آقای دکتر حداد عادل کاندیدای انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری از رقابت‌های انتخاباتی کناره گرفته. آقای حداد عادل دقایقی پیش در بیانیه ای رسما اعلام کرد به نفع اصولگرایان از رقابت‌ها کناره می‌گیرد. اینقدر وضع خرابه که نمیتونه بگه به نفع کی داره از تو بازی عظما کنار میکشه. دومین اسبی که تو این رقابت‌ها تلف شد عارف بود که وقتی دید هوا پسته و صحبت دستگیری کاندیداها بعد از اتمام نمایش و این حرفاست، سریع غلاف کرد و بعد از دریافت یک نامه از مرادش حاجی خاتمی رفت سراغ نقش اصلیش تو نظام که به قول خودش خیلی هم توش مهارت داره. و بلدم سکوت کنم، سکوت آگاهانه میکنم. گاهی تو مسائل سیاسی کشورم تصمیم میگیرم 2 سال حرف نزنم. مهارت رو کیف کردین؟
اما بدبخت‌تر و فلک زده تر از همه اینا خود سیدعلیه که از یه طرف میخواد همین کاندیداها رو هی خراطی کنه و برسه به همون که خودش میخواد، از طرف دیگه هم دردش درد یختون انتخاباته که هرچی زور میزنه گرم نمیشه که نمیشه. حتی با اومدن بوفالویی مثل ابیانه به پشم و شیشه آخوندی. ما اونطور که مقام معظم رهبری فرمودن در یک پیچ تاریخی حساسی هستیم. عبور از این پیچ بسیار مهمه، هرچه امتر، هرچه سریعتر، هرچه با خسارات کمتر. هر نفری که میره پای صندوق، من به شما به عنوان کسی که تو مسئله استراتژیک تخصص دارم عرض میکنم، هر یه نفری که میره پای صندوق ما رو از جنگ دور میکنه، ما رو از تحریم های بیشتر دور میکنه. چقدر این تعبیر زیبا و دوست داشتنی بودش که حضور هر نفر ایرانی پای صندوق‌های رای در 24 خرداد از اعزام یک سرباز به جنگ احتمالی آینده خودداری میکنه. حضور هر نفر از ما ایرانی‌ها پای صندوق رای از تحریم‌های بعدی جلوگیری میکنه. از این زایه‌تر نمیشد رای گدایی کرد. به این عاجز بدبخت بینوا کمک کنی. ولی فقیه با مخ پریده تو باطلاق انقباض، بعد اینا میخوان با رای جمع کردن واسش لاستیک نجات بندازن. هی دهن گشاد، برو واسش. حس میکنم زلزله رو تو بیتت، چطور شکاف نظامو بندوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. گفتی تو این بازی بیدنده میگازی، نظام تکبای برامون میسازی. انتر با مشایی گنزت سر تا پاتو، خوزه هم شیرجه زد جردادون عبادو. سال تموم ولی فقی کش سابید، کوه نظام آخرش گاو میسایید. تکلیف من خر حالا چی میشه؟ باده ولی فقی چه خفن خوابید. نکنه جام زهرو بری بالا، عظما داری مثل کدو میگندی. عظما داری مثل کدو میگندی. گفت